مراسم چهارشنبه سوری یکی از یادگارهای ایران کهن است که پس از گذشت قرنها هنوز در میان مردم این سرزمین حفظ گردیده است. کاروان باشکوهی بود که برای زنده نگاه داشتن یکی از سنت‌های ملی و باستانی ایران در پیشگاه شهریار بزرگ و ولیعهد برومند به حرکت درآمد. کارناوال برای شرکت در جشن و سرور همگانی وارد خیابان‌های پایتخت شد. کارناوال شادی در میان ابراز علاقه شدید گروه کثیری از تماشاگران وارد میدان ورزشی امجدیه گردید. مراسم باشکوهی نیز با حضور والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی در استادیوم امجدیه برگزار شد. در این مراسم مسابقات جالبی و از جمله مسابقه هجده و برنامه‌های تفریحی و متنوعی انجام گردید که مورد توجه قرار گرفت.